سلام دوستان، امروز میخواهم دو موبایل خیلی پرفروش سامسونگ یعنی گلکسی A32 و گلکسی M32 را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یکی ارزش خرید بیشتری دارد. هر دو موبایل گلکسی A32 و گلکسی M32 از موبایل های میان رده و اقتصادی سامسونگ هستند که برای استفاده روزمره طراحی شده و از نظر قیمت خیلی به همدیگر نزدیک هستند، اما تفاوت هایی دارد که میتواند روی انتخاب شما تاثیر بگذارند. از نظر صفحه نمایش، هر دو موبایل نمایشگر 6.4 اینچی با کیفیت فول HD و نرخ تازه‌سازی 90 هرتز دارند. یعنی برای فیلم دیدن، اینستاگرام و یوتیوب هر دو کیفیت تصویر خیلی خوبی را می‌دهد و اینجا تفاوت خاصی دیده نمی‌شود. باتری یکی از مهمترین تفاوت‌ها بین این دو موبایل باتری است. گلکسی M32 باتری بزرگتری 6000 میلی آمپری دارد که شارژدهی خیلی بهتری می‌دهد، در حالی که گلکسی A32 باتری 5000 میلی آمپری دارد. پس اگر باتری برایتان مهم است، M32 انتخاب بهتری است. و دوربین هر دو موبایل دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی دارند و برای عکاسی روزمره مناسب هستند، اما گلکسی A32 سنسور ماکرو و عمق قوی‌تری دارد که برای عکس‌های نزدیک کمی بهتر عمل می‌کند. در کل تفاوت بین دوربین ها خیلی زیاد نیست، ولی A32 یک مقدار برتری دارد. از نظر عملکرد هر دو موبایل برای کارهای روزمره مثل شبکه‌های اجتماعی، تماس، پیام رسانی و ویدیو کاملا مناسب هستند و نباید از این موبایل ها انتظار بازی های سنگین را داشت، ولی برای استفاده معمولی خوب عمل میکنند. در مجموع اگر باتری قوی تر و شارژدهی طولانی تر میخواهید، گلکسی M32 انتخاب بهتر است، اما اگر طراحی شیک و دوربین ماکرو بهتر برایتان مهم است، گلکسی A32 میتواند گزینه مناسب تری باشد. اگر این ویدیو برایتان مفید بود لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید. نظرتان را هم در کامنت ها بنویسید که شما کدام موبایل را انتخاب می کنید.